عبدالله تیوی، تیمارباز دیگری که برای فریب کردن جوانان تاجیک هم دارد، گویا در روی زمین معاون شیطان باشد. شب و روز جوانان را به کار حرام جلب می کند، یعنی به قماربازی. خطابم به این قمارباز نامحترم این است که خداوند متعال قمار را در آیه 90 سوره مائده پلید و عملی شیطان گفته است و گناه قمار برابر با گناه بتپرستی و شراب نوشی می باشد. پس خداوند ما و شما را امر کرده است تا از این حرام کرده الله پرهیز و دوری جوییم. اما تو باشی شب و روز در شبکه‌های اجتماعی با فریب کردن جوانان ناآگاه تاجیک مشغول هستی. شما قماربازان طایفه هستید که یک ذره هم از الله نمی ترسید. روز میشه خداوند جواب خواهد داد و این همه حرامخوری هایتان از سرتان میماند. عبدالله تیوی، تو شرم میکنی برای فریب و نیرنگ پول به دست میاری و زن و فرزندانت را از مال حرام خورانده میپوشانی. آیا این است مردانگی تو؟ مواظب حیات دو روزه خود و فرزندانت باش. خطابم به جوانانی که بلیط قمار میخرند. شما فکر نکنید که بیگناه هستید. با الله قسم شما هم قمارباز و حرامخور هستید و در گناه با این قمارباز حرامخور شریک هستید. بسیاری شما در این دنیا از جانب قماربازان فند و فریب میخورید. باز در قیامت نزد الله جواب خواهید داد. از الله بترسید و از این کار حرام دست بکشید.